اگر مهاجرت قانونی نباشه، صحیح نباشه، آگاهانه نباشه، وسط سوئیس هم که باشی، کسی ازت بپرسه حال دل چطوره میگی بد. الان از این دوتا جوون سوال کردم در این دبیرستانشون که سال آخر هستش. 50% در زوریخ در این دبیرستان خارجی هستن، آسلندا، یعنی 55% ببخشید، یعنی 45% سوئیسی هن، بقیهشون مال کشورهای مختلف هن. مرکز آموزش واسه بزرگسالا هست و زمین فوتبالشون، ورزششون، همه چی دارند و اینجا هم ساختمونشونه که تو ویدیو معلومه یا نه. آره سر کلاس هستن و ساختمونش هم میشه اینجا بیندونگ سنتروم فور ارواکسن، میشه یعنی آموزش برای بزرگسال ها، مرکز آموزش برای بزرگسال ها.